شاخصی شما نشان میدهد که اوضاع در اوراسیا از جمله تاجیکستان بهتر شده است. میتوانید شرح بدهید که کدام عامل‌های مناقشه کاهش یافتند؟ اگر به علامت‌های بهبود یافتن اوضاع در چندی از کشورهای منطقه اوراسیایی نگاه کنیم، در زینه‌های پایانی فهرست منطقه روسیه و اوکراین جای گرفتند. هرچند در چند ماه گذشته اوضاع در آنجا نیز اندکی بهتر شده است. اگر بخصوص به تاجیکستان نظر کنیم، مهمترین عامل بهبود یافتن نشانداد کشور تعهدات زیادتر کشور برای عملیات‌های پاسداری صلح است. تاجیکستان در شاخص در مقام 118 قرار دارد، ولی وضع بسیار کم بهبود یافته است و آن هم به دلیل کمک مالی تاجیکستان برای عملیات‌های پاسداری صلح سازمان ملل است و هم بیرون کشیدن پاسداران صلحش از کشور ملی. از طرف دیگر تروریسم به نشاندادهای کشور هم تأثیر گذاشته است. در گزارش شما آمده است که تاثیر تروریسم به امنیت در یک 10 ساله گذشته در جهان زیاد شده است و 60% کشورهای جهان در برابر این ظهورات آسیب پذیرتر شدند. عامل‌های افزایش تروریسم کدام است؟ ما عامل‌های اصلی تروریسم در یک 10 ساله گذشته را تحقیق کردیم. در این مدت گروه‌های سر بالا کردند، از جمله گروه بوکو حرام در نیگریا و کشورهای اطراف آن. القاعده تقریباً از بین رفت. طالبان با فعالیتش در افغانستان و پاکستان ادامه داد و در نهایت گروهی به نام دولت اسلامی که در عراق و سوریه سر بالا کرد و حالا در کشورهای دیگر پهن می‌شوند. سال 2016 قربانی بر اثر تروریسم 10% کاهش یافت. با وجود آنکه بوکو حرام و بخصوص گروه دولت اسلامی قلمروهایشان را در نیگریا و عراق از دست دادند، ولی در دیگر کشورها پهن شدند. محض به سبب فعالیت اینها در 23 کشور حد بلندترین تروریسم ثبت شد. تمایل‌های فعلی چی را نشان می‌دهند؟ وضع در سال آینده بهتر می‌شود یا می‌تواند از این هم بدتر شود و ما شاهد مناقشه و جنگ‌های زیادتر شویم؟ در مسئله تروریسم اگر گروهی به نام دولت اسلامی و بوکو حرام را شکست دهند، تمایل مثبت خواهد بود. افغانستان مایه نگرانی چشمگیر است. مرگ در جنگ‌ها و بر اثر تروریسم در افغانستان در 5 سال گذشته به قدر قابل ملاحظه زیاد بود و بدون جلب نیروهای بیشتر به آنجا چون این وضع غالباً ادامه می‌کند. تروریسم همچنین مشکل باقی می‌ماند. از طرف دیگر چیزی که از نظرها دور مانده است تروریسم دولتی است و مثل قتل خودسرانه و عذاب و شکنجه و به محاکمه به زندان انداختن است. وضع در این سمت در یک 10 ساله گذشته بهتر شده است. در واقع وضع در این سمت در 68 کشور بهبود یافته است و در 46 کشور بدتر شده است. برای همین پیشگویی کردن سخت است چون بعضی روندهای مثبت وجود دارد و هم تمایل‌های منفی.